درود و خوش آمد میگم بهتون. تو ویدیوهای قبلی چند تا از خطاهای شناختی رو بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که خیلی از احساسات منفی ما ناشی از همین خطاهای ذهنی هستن که مغز ما رو شستشو میدن و باعث میشن که درک نادرستی از وقایع و موقعیت‌ها داشته باشیم. از اونجا که افکار منفی حال ما رو بد میکنند، جایگزین کردن این افکار با افکار مثبت و منطقی باعث بهتر شدن حالمون میشن. تو این ویدیو میخوام درباره خطای شناختی بی‌توجهی به امر مثبت صحبت کنم. کسایی که دچار این خطا هستن به تجربیات خوبی که دارن به جنبه‌های مثبت زندگی و به موفقیت‌هاشون توجهی نمی‌کنن. حتی اگه تجربه خوب و مثبتی داشته باشن، به خاطر اعتماد به نفس پایین اون رو کم اهمیت جلوه میدن و میگن این چه کار خاصی نبود، هر کسی میتونست انجامش بده. یا فکر میکنن که اون موفقیت بی ارزش بوده یا فقط شانسی اتفاق افتاده. و جالب چنین افرادی حتی به تعریف‌های دیگران هم توجهی نمی‌کنن. مثلا اگه یه لباس خوشگل بپوشن و یکی ازشون تعریف کنه، میگن بابا اینا هر کی بپوشه بهش میاد، یا حتی ممکن فکر کنن که دستشون انداختن. یا اگه بهش بگی تو خیلی خوب و مهربونی، میگی که اون روی سگ منو ندیدی و چون منو نمیشناسی فکر میکنی که من آدم خوب و مهربونیم. این طرز فکر باعث میشه آدم نه تنها از شادی‌های زندگی لذت نبره، بلکه احساس کنه که شایستگی تعریف‌ها و موفقیت‌ها رو هم نداره و وقتی دیگران ازش تعریف میکنن، فکر میکنه اونا دارن تعارف و چاپلوسی میکنن. این طرز فکر منفی بعضی وقتا از دوران کودکی و تجربیات اون زمان شکل میگیره. مثلا وقتی کسی تو محیطی بزرگ شده که مدام تأخیر شده یا به موفقیت‌هاش توجهی نشده، این نگرش به بخشی از فکرش تبدیل میشه. گاهی هم افراد از این میترسن که اگه موفقیتشون رو بپذیرن، دیگران ازشون توقعات بیشتری داشته باشن و اونا نتونن از پس اون توقعات بر بیان و شکست بخورن. برای همین از همون اول موفقیت خودشون رو انکار میکنن. اجازه بده این خطای شناختی رو با چند تا مثال توضیح بدم. کارمندی رو در نظر بگیری که به تازگی پروژه خیلی مهمی رو تموم کرده و رئیسش هم ازش تقدیر کرده و کلی بازخورد خوبم از مشتری‌ها و همکاراش گرفته. اگه این کارمند درگیر این خطای ذهنی باشه، به جای پذیرش و لذت بردن از این همه تعریف و تمجید، میگه که این پروژه خیلی ساده بود، هر کسی میتونست انجامش بده. اونا فقط دارن از رو ادب ازم تعریف میکنن. خب تو این حالت این کارمند به مرور زمان اعتماد به نفسش تقویت نمیشه و شاید حتی از کارش هم دیگه لذتی نبره. یه مثال دیگه، یه فرد پشت کنکوری رو در نظر بگیری که تونسته با کلی تلاش از پس کنکور بر بیاد و همون رشته و دانشگاهی که دلش میخواسته رو تونسته قبول بشه. حالا اگه درگیر این خطای ذهنی باشه، میگی که امسال کنکور راحت بوده و من شانس آوردم که قبول شدم. یا یه دونده رو در نظر بگیری که تو مسابقه شهرشون اول میشه. اگه درگیر این خطای فکری باشه، میگه که این که مسابقه کوچیکی بود و اگه تو مسابقه استانی یا کشوری شرکت کنم به هیچ وجه موفق نمیشم. خب با این فکر دستاوردش هم به چشمش نمیاد و اعتماد به نفسش هم تقویت نمیشه و حتی انگیزش برای شرکت تو مسابقه های دیگه هم از بین میره. خب چجور میشه این خطای فکری رو کنترل کرد؟ خب باید در وهله اول به این افکار آگاهی داشته باشید و وقتی که متوجه شده که دچار این خطا شدید، یه لحظه مکث کنید و به خودتون بگید که آیا دلایل منطقی برای افکارم دارم یا نه. حتی از دیگران بپرسید ببینید نظرشون در مورد اون قضیه چیه. بعد اون نظری که داشتید رو واقع بینانه و منطقی تصحیح کنید. مثلا وقتی به خودتون میگین این پروژه خیلی ساده بوده و هر کسی میتونست انجامش بده، خودتون رو تصحیح کنید که خیلی‌ها نمیتونن این پروژه رو با این خوبی تموم کنن و این نشونه ای از توانایی شماست که همه چیز ساده و خوب پیش رفته و بابتش به خودتون افتخار کنید. تو همه این افکار منفی دنبال شواهد متناقض بگردید، چون بیشتر اتفاقات اونجور که فکر میکنید نیستن. وقتی کسی از شما بابت چیزی تعریف میکنه، نگید که چیزی نبود و اینو هر کسی انجام میداد و شانسی بود و از این حرفا. به جاش از طرف تشکر کنید و تحسین و تشویقش رو هم صمیمانه قبول کنید. با این کارتون به مرور زمان اعتماد به نفستون هم تقویت میشه و تو کاراتون هم موفق‌تر میشید. برای اینکه افکار مخرب و خطاهای شناختی مربوط به هر فکر رو شناسایی کنید و هیجانات مربوط به اون فکر رو هم بهتر کنید، میتونید از تکنیکی که الان خدمتتون میگم استفاده کنید. روی یه برجه 6 تا ستون بکشید. ستون اول مربوط به موقعیت، ستون دوم برای فکر خودکار، ستون سوم برای احساس مربوط به اون فکر، ستون چهارم برای اسم خطای شناختی، ستون پنجم برای فکر جدید و ستون ششم برای احساس جدید. برای هر حس هم یه نمره بین 1 تا 10 وارد میکنید که 10 شدیدترین هست. یه مثال برای این تکنیک میزنم. این موقعیت رو در نظر بگیرید که مثلا خانم میترا همون بار اول تو امتحان رانندگیش قبول شده و همه بهش آفرین میگن. فکر خودکاری که سراغش اومده اینه که چون افسره سختگیر نبود من قبول شدم.
حالا با این فکر مثلا این احساسات هم بروز پیدا میکنن. خوشحالی با شدت 6 و اعتماد به نفس با شدت 4. خطای شناختی که اینجا رخ داده بی‌توجهی به امر مثبت. حالا باید یه فکر سالم و منطقی جایگزین فکر قبلی کنه. فکر جدید مثلا میشه قبولی تو این امتحان در وهله اول به خاطر تلاش و آمادگی خودم بوده. افسرم آدم سختگیری نبود و اینم به قبولیم کمک کرد. احساسات جدید میشن خوشحالی با شدت 9 و اعتماد به نفس با شدت یا نمره 8. پس دیدیم با تغییر فکر خوشحالی و اعتماد به نفس میترا هم بیشتر شد. فکر میکنم با این مثال قشنگ جا افتاده که این تکنیک چجوری کار میکنه. میتونید این تکنیک رو بعد از هر فکر ناکارآمد که حالتون رو بد میکنه انجام بدین و خطای شناختی مربوط به اون فکر رو هم در بیارید و در نهایت اون فکر رو تصحیح کنید تا حالتون بهتر بشه. بعد از چند بار تمرین کاملا به این تکنیک مسلط میشید و همه چیز رو دیگه ذهنی انجام میدید. حالا نوبت شماست. تا حالا پیش اومده درگیر این خطای ذهنی بشید؟ ممنون میشم تجربتون رو زیر همین ویدیو به اشتراک بذارید تا بقیه هم بهتر بتونن این خطا رو درک کنن. ممنون که تا آخر ویدیو همراهی کردید و تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون باشید.